آقا سلام به همگی، خوش اومدین به نمیدونم چطوری بگم، خوش اومدین به این ویدیو. کلا میخوام امروز الان یعنی که دارم با شما صحبت میکنم راجع به فکرها و ایده ها و نظرهایی که داشتم و دارم و الان داشتم راجع بهش فکر میکردم با تو صحبت کنم. الان داشتم به این فکر میکردم، میگفتم که میدونی خیلیا توی این دنیا هستن که فکر میکنن که قراره، البته تا حدودی درسته، از یه منظری درسته، بذار این ایده رو بگم بعدش راجبش صحبت کنیم. فکر میکنن که قراره یه آدم دیگه، یه رفیق دیگه، یه انرژی دیگه، یه وحی دیگه، یه چیز دیگه‌ای به غیر از خودشون قراره که بیاد بهشون کمک کنه و اونها رو به موفقیت و پولداری و ثروتمندی و این همه این چیزا برسونه. ببینید از یه نظر این درسته، از یه نظر این که تو همیشه شکرگزار باشی، همیشه محبت کنی با آدم و آدم خوبی باشی، این بر میگرده. اصلا توی این اطلاعات هم زیاد تا الان داشتیم دیگه، کلا تو تلگرام و اینستا و اینا، همه اینا، یوتیوب، همه اینا، کتاب، اینا بهمون خوب آموزش دادن دیگه. گفتن که اگر تو خوبی کنی بهت بر میگرده و درستم میگن، منم تجربهش کردم. یعنی یه شعری هست میگه هر چه کنی به خود کنی گر همه نیک و بد کنی. این دقیقا همونه. آره، داشتم حالا فکر میکردم، میگفتم که حاجی توی این دور زمونه‌ای که همه به فکر خودشونن، همه به فکر پیشرفت و پول در آوردن خودشونن، تو هم باید اون شکلی باشی. یعنی به فکر خودت باش، به فکر پیشرفت خودت باشی، نه اینکه منتظر باشی کسی دیگه بیاد کمکت کنه، نه اینکه منتظر باشی، چون تو خودت رو داری. خودت مهمتر از همه افراد توی این دنیا هستی. واقعا خودت از همه مهمتری. ارزش تو برای خودت از همه بیشتره دیگه. تو نمیتونی بگی که کسی دیگه تو رو از خودت بیشتر دوست داره، حتی اگه اون پدرت باشه، حتی مادرت باشه. تو خودت رو بیشتر از همه دوست داری دیگه. و آره، همینو داشتم میگفتم که به فکر خودت باش پسر. یعنی میگفتم که باید به فکر خودمون باشیم، برای اهدافمون، آرزوامون، چیزایی که دلمون میخواد تلاش کنیم، حتی با هر وضعیتی که هستش، هر وضعیتی. آره، الان داشتم به این فکر میکردم. یه چیز دیگه هم داشتم میگفتم. یه بار یه پستی دیدم که از آیسن اسلامی، از حرفای آیسن اسلامی ساخته بودن. خیلی حرفش خوب بود. میگفت که فقط اگه پیشرفت کنی پیگیرتن، اگه پسرفت کنی هیچ کس به کتفش هم نیست. میگفت مردم حسودن، هیچ چیزت رو به هیچ کسی نگو. و واقعا هم درست میگه آجی. تو اگر هر حرفی که، هر چیزی که از خودت میدونی و کلا، ببینید همیشه سعی کن وقتی یه نفر روی تو ذره بین میذاره تو هم بزرگتر بشی. منظورم اینه که تو همیشه صد خودت رو به کسی تعریف نکن، تمام خودت رو به کسی نگو، تمام خودت رو برای کسی نذار، تمام خودت رو برای خودت بذار. منظورم اینه که تو از 100 تا چیزی که از خودت داری یه دونش رو به یک نفر بگو. بذار آدما بیشتر
بدونن دربارت، یعنی آدمو تحقیق کنن دربارت، تحقیق کنن و اینا، بعد بدونن دربارت. من یه لحظه گوش جواب بدم و بیام. آره میگفت که هیچ کس دلسوز شما نیست، هیچ کس دلسوز شما نیست، هیچ کس دلسوز شما نیست. و واقعا هم درست میگه، هیچ کسی دلسوز من و تو و هیچ چیزی نیست واقعا. آقا اصلا حرف منطقیه دیگه، آدم خودشون رو بیشتر از همه دوست دارن دیگه. تو برای خودت بیشتر از همه ارزش قائلی دیگه. اگه غیر از اینه، یا اینکه خیلی بیش از حد فداکاری، یا اینکه یه تختت کمه. یکی از این دو حالته دیگه. خب ولی من الان داشتم راجع به یه موضوع ساده ای فکر میکردم. میگفتم ببین این انگشت من الان چی میگن، زخم شده. خیلی یه اتفاق خیلی ساده دیگه. این انگشت من الان زخم شده. الان هیچ کسی مهم نیستش براش که این انگشت من زخم شده الان. خب و این مثلا آب داغ میخوره بهش، اذیت میکنه، درد میکنه. خب یا حتی راجع به رژیم بیا فکر کنیم. راجع به رژیم، تو اگر رژیم بگیری، بدن خوبی داشته باشی، نمیدونم بدنت زیبا باشه، لباس روی تنت خوب بیاد، سالم باشی، بیشتر عمر کنی، بدنت ورزیده تر باشه، توی پیری مجبور نباشی از کسی کمک بگیری، همه این کارا رو برای خودت کردی دیگه، برای کسی دیگه نکردی که. یعنی برای هیچ کسی مهم نیستش که تو الان داری ورزش میکنی یا داری ورزش نمی کنی. واقعا برای هیچ کسی مهم نیستش که تو الان داری ورزش میکنی یا داری غذای چرب و شیلی میخوری و وزنت هی داره میره بالاتر. فقط راجع به نظر میدن و نظرهایی که بی بند و باره. یعنی هر چند ماه یه بار، هر چند سال یه بار تو رو میبینن، یا با یه فرد جدید آشنا میشی تو رو میبینه، هر چند وقت یه بار تو رو میبینه، بعد نظرش رو دربارت میگه. بعد تو ببین بعضی از آدم ها کی هستن که چه فکری با خودشون میکنن که حرف این مردم براشون مهمه. براش مهمه که الان مثلا نمیدونم اون آدمه به من گفتش وای تو خیلی لاغر شدی یا تو دیگه کبدت به مشکل میخوره در آینده، حواست باشه. بعد اون یارویی که نظر داده اصلا براش مهم نیست که تو بعد از این حرفی که به تو زدش تو میری بعدش ورزش میکنی، غذا میخوری، چون اون اصلا مهم نیست. اون فقط خواسته یه حرفی بزنه بره، یه حرفی گفته باشه فقط. میدونی؟ به خاطر همین میگن نظر آدم مهم نیست. درست میگن، همینه. میدونی؟ نظر آدم واقعا مهم نیست. اصلا نباید مهم باشه که فلان فرد درباره من چی فکر میکنه، چون تو قراره اونو ببینی یه بار، بعد بره تا چند ماه دیگه، یا اصلا هر زود ببینی، شاید مثلا هر روز ببینیش، بازم برات نباید مهم باشه، چون تو توی بدن خودت هستی، تو خودت از خودت خبر داری دیگه. اون از تو خبر نداره که. تو قراره زندگی کنی، تو قراره عمر کنی، تو قراره این تجربه رو داشته باشی. اون که قرار نیست این تجربه رو بکنه. واقعا منطقی، وقتی آدم منطقی فکر میکنه واقعا میفهمه که حرف مردم مهم نیستش. الان من مثلا اینجا سردمه، برای هیچ کسی مهم نیستش، برای هیچ کسی مهم نیست. پس برای چی بعضیا میان درد و دل میکنن؟ میای درد و دل میکنی که چی بشه؟ مثلا خودت خالی بشی؟ ببینید تمام این حرفایی که میزنم از یه طرفی درسته، از یه طرفی غلط. نباید یک جانبه کلا نگاه کنی.
من وقتی میگم چرا درد و دل میکنی، منظورم اینه که تو چرا میای رازهای خودت رو برای یک نفری افشا میکنی، برای نفری افشا میکنی که اون نفر قرار نیست هیچ تأثیری توی زندگی تو داشته باشه. اون اصلا شاید براش مهم نباشه. تو حرفات رو میتونی به کسی بگی که اون براش مهم باشه که تو الان چه وضعیتی داری، چه کارایی میکنی، ناراحتی یا شادی، میدونی؟ ولی این حرف واقعا تو یاد خودم باید باشه که هیچ وقت نباید بذارم که آدما منو کامل بشناسن، از تمام نقاط قوت و ضعف من خبر داشته باشن، چون در نهایت کسی که من رو دوست داره درسته، ولی خودش رو بیشتر از من دوست داره، میدونی؟ آره، کلا حرفی که میخواستم بزنم این بود. حالا حتما نظرتون رو بنویسید، بگید بهم که چطوره و همین. دوست دارم بیشتر بشنوم، دوست دارم بیشتر تجربه کسب کنم، از آدم‌های مختلف بشنوم داستان‌های زندگیشون رو، تجربه‌هاشون رو توی تمام این حوزه ها. دوست دارم بیشتر بشناسم، آگاهی بیشتری داشته باشم، بیشتر انسان رو بشناسم. لطفاً حتما شما هم بگید اگه تجربه شبیه این چیزی دارید یا تجربه دیگه‌ای دارید که به نظرتون مهمه، میتونه به افراد دیگه کمک کنه، حتما بگید، حتما. چون وقتی خوبی کنی، همین حرفی که زدم دیگه، نمیدونم گفتم این حرفو یا نه، تو وقتی کمک میکنی که یک نفر حالش بهتر بشه، تو در واقع داره این کمک رو میکنی که حال خودت خوب بشه. چرا؟ چون همه ما به یک منبع آگاهی وصلیم. حالا اسمش هرچی میخوای بذاری بذار، انرژی، خدا، فلان. این بخش رو بعداً باز میکنم ایشالله تو ویدیوی بعدی. آره، چون الان 12 دقیقه شد دارم صحبت میکنم، نمیخوام وقت زیادی بشه. ولی در کل اگه خوبی کنی باز برمیگرده به خودت، اگه بدی کنی بازم برمیگرده به خودت. همین. دمتون گرم که تا همینجا من رو تحمل کردین. آره، این مبحثا به نظرم مهمن که آدم راجع بهشون فکر کنه، ایده بده، نظراتش رو بگه، تجربه کسب کنه و این حرفا. همین، بریم فعلا. انشالله ببینم ویدیو بعدی کی میشه. ممنون، خداحافظ.